ما امروز همچو دولت و همچو ملت با 4 تهدید بزرگ روبرو هستیم. ولی شما اگه ما اینم در خوجند گشتیم، همه جا گل و گلزار، همه جا باغ زیبا، کجا دست همون خطر که قدر از خطر میگوید. انا برای ما میگه که برای درکی که همین خطر از کجاست شما همین 4 نقطه درتون گیرید. ما امروز 4 خطر رو در اطراف احساس میکنیم. یکم خطر گئوپلیتیکی. گئوپلیتیکی یعنی سیاسی، و معنی اینکه قدرت‌های گوناگون، دولت‌های گوناگون، قدرت‌های منطقوی جهانی تلاش دارند که در این منطقه نفوذ و جایگاه داشته باشند. زیرا منطقه آسیای مرکزی یک جای بسیار پرخریدار جهان است، یک نقطه مهم جهان که در اینجا منفعتی هم روسیه، هم چین، هم امریکا، هم اتحادیه اروپا، هم کشورهای منطقه مثل ایران و ترکیه و سعودی و گوناگون کشورها در اینجا منفعتش به هم روبرو بشن. مثلا اگر خریطه جهان هم خیلی تصور کنید، یک کشور دوری امریکای جنوبی مثل چیلی در یک جایی که وجود نه تأثیر خیتای هست، نه تأثیر روسیه هست، نه تأثیر اروپا هست، دور آزاد کارش کرده گشته. ولی ما در جای قرار داریم که همه میخواد اینجا نفوذ داشته باشد، حضور داشته باشد، منفعت داشته باشد. همین جای گرفتن ما در سری راهی همین برخوردی تمدن ها و منفعت ها و قدرت ها خودش یک عامل تهدید آفر است که این میتونه عامل مثبت شود برای رشد رابطه ها. در این زمان باز این عامل تهدید است. مثلا هر یکش میخواهد که با من باش، با او نباش. شما یک روی خطی اشتراکی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در فوروم های جهانی رو بین خلقی رو ترتیب دید. بینید من خیلی شد امروز میرود فورومی چین و آسیای مرکزی، باز میرود فورومی امریکا و آسیای مرکزی، باز میرود فورومی اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی. این روز 3 و 4 همین ما در سمرقند گذشت. باز میرود فورومی هندوستان و آسیای مرکزی، باز یک فورومی شد آلمان و آسیای مرکزی، باز فورومی ژاپن و آسیای مرکزی، همه روسیه و آسیای مرکزی که هر روز با نام اودکبه و رسنگه و دویر میشن. بنابراین همینا چی میگویند؟ همش دعوت میکنن. اگر خلاصه گپ شده میگه که با من باش، با اونا نباش. این قدرتش میگه با من باش، اینش میگه با من باش، اینش میگه با من باش. اگر با من نباشی با 3 نقطه تهدید، یعنی خیلی تهدید ها، یعنی خیلی خطر ها. برای همین ما در این 4 مشکل قرار داریم. نام همین تهدید و تنگنای گئوپلیتیکی. وقتی که خطری بیرونی را احساس میکنه، شما میدونید که چه با کدام نزاکت همین گویا که یک ظرفی بسیار ارزشمندی بلوری در دستت باشد باید همون را نغلطانده بذاریم. اما برای ما میگم که هر روزی ثبات و امنیتی همین کشور یک قهرمانی رهبریتی دولت است. باز تنهای ایدئولوژی چیه؟ همزمان با او سیاست، فشارهای سیاسی، فشارهای ایدئولوژی. ببینید چندین لایحه، هر ایدئولوژی بالای ملت ما، بالای منطقه ما در حال تحمیل شدن. از اون افراطگرایی دینی آمده است میگه که مثل من باش، از اون لیبرالیسم شدید غربی آمده است میگه مثل من باش. بنابراین همه میخواد ما رو فرو برد. این افراطگرایی آمده است میگه تاریخ تو، زبان تو، عرف و عادت تو، نامهای تو، همه چیز تو، نوروز تو حرام. تو باید مثل من پوشی، مثل من فکر کنی، مثل من گپ زنی، مثل من زندگی کنی. لباست حتی مثل من باشد. این یک دعوا، یک هجوم ایدئولوژی بالای ملت است. همون گونه با دیگرش میگه که مثل من باش. بنابراین اینا میگم تنگنای ایدئولوژی. در پشت اون ایدئولوژی ها باز قدرت ها، باز مقامات مخصوص، باز پول، اقتصاد، برنامه استفاده است. این تنگنای ایدئولوژی. باز داریم تنگنای تمدنی، یعنی چند تمدنی کلان میخواد ما رو فرو برد. ولی
این مسئله ظریفتر از نام به نام نمیگیم، لیکن شما درک میکنید که بالای تاریخی ما چی بحث است، بالای شخصیت های ما چی بحث است، بالای گذشته ما چی بحث است. روزی آمده است میگه نامی همین منطقه رو تغییر میدهیم، تاریخش از نو مینویسیم، شخصیتش از نو تقسیم میکنیم. بنابراین این نامش تهدید تمدنی، حتی این نوروز دعوا کرد که دیگر صاحبی نو دارد. بنابراین نام همین تهدید تمدنی و در عین زمان تهدید اقتصادی یا تنگنای اقتصادی برای ریسورس ها یا برای ثروت ها، برای امکانیت های این منطقه یک جنگ بزرگی در جریان است که شما شاید خبراش میشنوید، ولی تحلیلگر چی فرق داره از استفاده کننده عادی؟ استفاده کننده عادی همین خبرها را یک تا میخواند، فرگمنت های میدوند، اما تحلیلگر پراتسیس میدوند و فلسفه می خبر میدوند که من همین خطی برقی کاسه هزار ما میسازیم، بینید نمیمونن که به سمت افغانستان پاکستان رو، چون که اگر اینا با بازار جنوب براین وابستگیشون از بازار شمال کم میشه، اینا استقلال مییابند. بنابراین نمیگذارد که با جنوب رابطه توسعه کنی، چون که یک بند است. اگر راه آهن هم از طریق ما باشه، روی گازت هم، روی برقت هم جنوب بریدگی برایشون. با برعکس ما از نام امریکا یک مکتوب داریم، اگر گاز و نفت روسیه رو میخرید، ما شما به روی خط کشورهای سرمایه گذاری جنگ اوکراین داخل میکنید، پس شما تحریمی بین خلقی میشید. انا که تصور کنم این تاجیکستان چی باید کنه؟ اگر ما گاز و نفت روسیه رو نخریم از کجا میگیریم؟ حتی راه آهن نیست که مثلا از ایران گیریم یا از کجای دیگه گیریم. انا همین نامش تنگنای اقتصادی، انا همین نامش وضعیت منطقوی که ما قرار داریم. اگر ما بگیم که ما نفت روسیه رو نمیخریم از این بعد، باز او میگن که کنی از کجای دیگه میخری، او رو هم میگن. از همین نامش تنگنای اقتصادی، مبارزه اقتصادی. انا در همین گونه حالت قرار داشتن یک کشور تقاضا میکنه که مسئله هایی که به بود و نبود ما داخل داره، مسئله که به سرحد داخل داره، به نظام، به امنیت، تیزتر حل خود را یابند تا بهانه برای از بین بردن، آسیب پذیر کردن یا شکستن امنیت ما نشود.